میدونی چیه؟ این داره راگوزشو میگیره. 1000 با صحنه رو آروم کردم، هیچ جاش پیدا نبود لامد. چیکار کنم؟ خیلی خوب میشه. چه؟ قهوه‌ای هم دوست داری دیگه. قهوه انو میگی؟ گوخور زیادی دیگه. داشتم میدیدم کافی بود برام. من بیشترشون شیر خشک استفاده میکنن تا نه بهداشتی نیست. بهداشتی نیست، یعنی که تو دیگه حالت به هم بخوره شیر بخری بخوری. بریم ببینیم. سلام، خوش اومدید به چنل خودتون. بدون هیچ معطلی که شما حوصلتون سر نره و هی نیاین کامنت نذارین، بریم که یه چیزی رو داشته باشیم. بالو برای عزیزم. بالو برای عزیزم. بریم اولین کلیپ آموزنده‌مون رو ببینیم. دیدی عطسه میکنه آدم؟ باید جلوی بینیتون رو نگه داریم. آره، نگاه تو عطسه کن. خب الان هیچ اتفاقی براتون نیفتاد. خب بریم این کلیپ ببینیم. چرا خندیدی؟ آخه تو گفتی گیری میاد بیرون، ولی این خیلی تمیز بود. خیلی تمیز بود. خیلی تمیز. چیزای دیگه شما دیرون دقت نکردی؟ ولی دقت کردم. تو چرا دقتی داشتی؟ خب من برای چی این کلیپ آوردم؟ تو آوردی که تازه علی دیگه همه دیگه میدونین دیگه. ولی یه چیزی بگم، 1000 با صحنه رو آروم کردم، هیچ جاش پیدا نبود لامصب. تو حتما می‌خواستی نوکش هم ببینی. نه نوکی نه، اون دورش هم میدیدم کافی بود برام. ولی واقعا عطسه میکنید جلو دهنتون رو بگیر، مثل این خانم چقدر قشنگه. اصلا اگه دامن پوشیده چیکار کنه؟ خیلی خوب میشه. عطسه یعنی میکشه بالا، وای چقدر حال میده. دو جاشو میبینی نه؟ نه دیگه دامن دیگه فقط پایینشو میبینیم. نه دیگه مثلا یه سر بکشه بالا، مثلا یه دفعه میبینی این بالاش هم در میاد دیگه. من بغلش میکنم میبرمش اتاق. اون عطسه دیگه عطسه است. اون دیگه میخواره خودش. اون دیگه میخواد. دقیقا. کلیپ بعدی میخوام راجع به دو کارخونه میهن و پگاه صحبت کنم. پگاه میهن، شیر پگاه، که حالا خامه هم پگاه هم داریم. خامه پگاه صورتی من همیشه اونو میخورم. پگاه صورتی، اون همیشه صورتی شما، من همیشه پگاه صورتی. یه چیزی هست بیشو. نه یه چیزی هست اینجوری. نه من اصلا خامه نمیخورم. بریم فقط سرشیر هستن. ولی من این صورتیاشو خامهشو پگاه رو میخورم. دوست داری تو؟ من تو هر چیزی که صورتی باشه قهوه‌ای باشه دوست داری. قهوه‌ای نه. چرا قهوه‌ای هم دوست داری دیگه؟ قهوه انو میگی؟ گوخور زیادی دیگه. خب بریم. نه این یه چیز دیگه است. میخوام منبع این که این شیر از کجا تولید میشه و بهت نشون بدم. اینو جدی میگم، اینم جزء از آموزنده است که چقدر کثیف تولید میشه. دیگه تو حالت به هم میخوره اون شیر. اصولا بیشترشون شیر خشک استفاده میکنن تا نه بهداشتی نیست. بهداشتی نیست، یعنی که تو دیگه حالت به هم میخوره شیر بخری بخوری. بریم ببینیم. I'm at the Mr. Olympia with my two friends Luna and Foxy. We're enjoying the Mr. Olympia, having some fun. Are you guys having fun? Yes. Great. Fun, yes. Do it. People like you. Great. A legend. فهمید چی گفت؟ واقعا اینو چجوری اینو تحمل می‌کنی؟ واقعا یعنی طبیعی الان؟ نه خب شیر میده به پگاه و به میهن دیگه. طبیعیش که طبیعی، شیر طبیعیه دیگه. واقعا اینو به جد میگم، این اذیت کمرشون اذیت نمیشه. مثلا اون یکی که به زور اینجوری وایستاده، به زور داره کمرش. کدوم سمت راستیه؟ آره توسی پوشیده. بعد این لباسی او جر نمیخوره؟ والا نمیدونم اصلا اون لباسه چجوری تنش شد. نمیدونم واقعا. این واقعا توپه. دوست داری؟ چی؟ توپ. نه واقعا دیگه اینقدر دوست ندارم دیگه، گم میشم دیگه توش. یکی باید من اون تو بیاره بیرون. نه اینقدر هم دیگه دوست ندارم واقعا چیه؟ ولی خب تامین کننده این شیر پگاه، این شیر میهن. الکی حرف چرا میزنی؟ داره مصاحبه ازشون میگیره، میگه شما در روز چند لیتر به پگاه شیر میدی؟ میگه من روزی مثلا 100 لیتر میدم. میگه شما چی به میهن چقدر شیر میدی؟ میگه من در روز، دیگه خود سینه‌مو میبینی، من 10,000 لیتر در روز به میهن شیر میدم.
این منبعشون مشخص شد اینجاست. الان خوردن دارن دیگه. الان شیر پک و قومی ها خوردن داره. واقعا چی گفت؟ بذار ما رو ترجمه کنم. I'm at the Mr. Olympia. My two friends, Luna and Foxy, are enjoying the Mr. Olympia and having some fun. Are you guys having fun? Yes. Great. Fun, yes. And to Do meet it. people like you. میگه this was your face جون جان. میگه که دو تا دوست، اینو جدی ولی اینو جدی میگم تا اونجایی که فهمیدم، دو تا دوست با عشق بغل من هستن. از این وضعیت خوشحالی، هپی و میاره خوشحالم، هیچ مشکلی ندارم. میگه طرف مقابل چی؟ اونم خوشحال خوب میک میزنه. میگه آره اونم خوشحال خوب میک میزنه. اینا همه رو پرسید من. نگفت بیا منم میخوام میک بزنم این چه شکلیه. اینو من میگم. مسخره. خب بریم سر کلیپ بعدی. واقعا هم فکر میکنم تو کثافتی. راجع به تپ جدیده که اومده توی بازار. تپ؟ یه تپ جدید اومده، واقعا به نظر من کاربردی نداره. اینو به جد دارم، اینو جدی دارم میگم، کاربردی نداره. این تپی که قلنچا رو میشکنه، این اصلا من میگم تازه قلنچو میشکنی بدن نه بد میشه. اینقدر وای اون ریلکسی اون انگار تمام خستگی از تنت رفته. خب باشه من یادم باشه این کلیپو دیدی همینجوری برات بشکنم. بزن کثافت معنی داره؟ معنی داره؟ من تا حالا کلیپ معنی دار رو گذاشتم. تو दूसरा पुन्हा एकदा पुन्हा میدونی چیه؟ این داره راگوزشو میگیره، گوز زیاد میکنه، داره چیز میکنه که راگوزشو بگیره. ببین تا آخر ببین. दूसरा पुन्हा एकदा रोज रोज और एक बार रोज बस सीधा सीधा چقدر قلنج داشت ان خانوم هیچ حالا. کدوم خوش نمیشکست؟ چی؟ قلنجاش خودش هیچ کدوم نمیشکست؟ نه دیگه الان این حقیقت همچین چیزی توی همه جا خیلی مد شده تو که ایران هم خیلی آره هست. خیلی مد شده. ولی یه داستانی داره این کسایی که این کار میکنه. مثلا این آقا من تو ایران ندیدم انگوش بکنن اونجا قلنج راگوزو بگیرن. اگه بخوانم بکنن که کلیپ نمیذارن که فردا درشون تخته است که. آره خب ولی یه چیزی من یه نکته خاصی رو اون آقا میبینم حقیقت. تو نمیبینی؟ کسی که صبح تا شب این کارو میکنه به نظرت حتی دستکش دستشه دستش بوی گوه نمیده؟ ای کثافت. تو همش دستش توی چیز دیگه اونجاست دیگه. یه داره قلنج اونجا رو یعنی واقعا فکر کنم دستش فکرشو بکن یکی هم میبینی از این زنایی که از بغل رد میشن بو میدن این مثلا اینجوری بو بده. اون بیچاره دکترم ماسک نمیزنه. نه اون بدنش شاید بو نده ولی دستش 100% بو میده. هر چقدر هم بشوره باز بو گو میده چون همش دستش تو سوراخه. توش با شلوار با شلوار؟ رو شلوار بود. خب باشه به ان نمیخوره. عزیز من اون دیدی که بعضی کثیفن. الان حالا من نمیخوام توهین کنم اینم هندیه نمیخوام توهین کنم ولی دیدی بعضی کثیفن از روی شلوار هم بو میدن بوی گو میدن. خب حالا حالا میخواستم یه شوره‌حالی به این برنامه بدم. بچه ها راستین چند روز دیگه یه برنامه مصاحبه داریم با یکی شبکه‌های خارجی. حالا نگو دیگه بعد میگن زیادی زیر میزنه. نه جدی میگم یه مصاحبه با یکی شبکه‌های خارجی داریم حتما میگیم که نگاه کنید. ماساژ میخوای یا نه؟ نه پس بریم سر کلیپ بعدی. سگ من توضیح بدم؟ موجود دوست داشتنی. بله
موجود دوست داشتنیه، ولی دیگه بعضی موقع دیگه اینقدر احساس میشه میری یه جایی که دیگه نباید بره. نباید برم. وای سیاست از حال آمون جو من رو به همین داستان چی شد؟ رفته اونجا، خب مثلا تماس تصویری گرفته با اون دوتا میان دهن سرویس از اونجا بگو بو میده، بوی ترشی میده. گوش کن، دقت کن. سیاست از حال آمون جو من کلیپ بامزه‌ای بود، کلیپ قشنگی بود، ولی خب چرا واقعا سگی رفته اونلا؟ خیره ایشالله. ایشالله که خیره. ایشالله که خیره. با سگاتون این کارا نکنید. وای سگا ولی خیلی دوست داشتنیه. آره دوست داشتنیه، اما نداریم ولی دوستشون داریم. خب این بود کلیپ های دیگه. 4 تا براتون کلیپ گذاشتم دیگه، بیش از این دیگه واقعا دیگه در توانم نیست. در توانش نیست. زیادم حرف نمیزنیم. ما 2 تا شبکه داریم. 2 تا شبکه. دوستتون داریم خیلی زیاد، ماچ به کلتون خیلی میاد. دوستتون داریم خیلی زیاد، ماچ به کلتون قربونت برم. خیلی میاد. ما تو 2 نکردم، بچه داشتم تصویری بهشون یاد میدادن که مثلا ماچ به کلتون مثلا اینجوری ما ماچ تو نمیتونی هم منو چیز کنی. خب خلاصه مثلا قابل چیز نیستی. من قابل چیزم، یعنی من خودم قابل تو خود چیزی. خودم تو خود جنسی از این که با منی مرسی. نمیخوای بگی که اون 2 تا چنل داریم؟ ما 2 تا چنل داریم بچه ها. یه دونه همین چنل توماسا ریاکت و یه دونه هم داریم توماسای خالی. خالی توشی چی نیست؟ نه اصلا تو هیچی. توهی ما اینجوریم با تو. مرسی از این که ما رو حمایت میکنین. اون لایکو میکوبین، لایکو بکوبین. خب و این که سابسکرایبمون کنین. ما دوستتون داریم، شما دوستمون داشته باشین. حمایت کنید. آره دیگه. تمام شده. بای بای. بای بای.